سلام و درود. شمس تبریزی گفت شادی را رها کرده غم را می پرستند. این وجود که به او مغروری همه غم است. شادی همچون آب لطیف صاف به هر جا می رسد، در حال شکوفه عجبی می روید. غم همچو سیلاب سیاه به هر جا که رسد، شکوفه را پژمرده کند و آن شکوفه که قصد پیدا شدن دارد نهلد که پیدا شود. از نگاه شمس تبریزی و همه عارفان، غم و شادی در وجود ما انسان‌ها دو حالتند که اصل آنها درونی است. علاوه بر غم‌ها و شادی‌های بیرونی، شادی درونی است که حاصل بسط و گشایش حال درون ما انسان‌ها است. شمس تبریزی به ما می‌آموزه که چگونه به احوال باطن خودمون توجه بکنیم و وجود خودمون رو متصل با اصل شادی ها کنیم و اون وقت به اون بسط و گشایش عرفانی دست پیدا میکنیم. همه ما انسان ها نیاز داریم که برای گریز از غمهای زندگی شادی اصیل و ناب عرفانی رو تجربه بکنیم. یکی از آموزه های عارفانه شمس تبریزی توجه به شادی درونی و باطنی است. موفق و پیروز باشید.